بسم الله الرحمن الرحیم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از در بود تنگ کوهت. وطن عاشقم بر شکوهت، به از در بود تنگ کوهت. و من هر کجایی که باشم، توی جان فدا ای دیدارم. و من هر کجایی که باشم، توی جان فدا وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. ز تو همچو گل بشکفد دل، اگر در خزان یا بهارم. ز تو همچو گل بشکفد دل، اگر در خزان یا بهارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم. احترام के हो जाएगा मुहतरम शालुख
در این پارت برنامه حتما بسیار زیاد جالب باشه و این قسمت به وسایل محترم دکتر عبدالرحمن زمانی طبیب و محقق مسائل تاریخی کشور تهیه شده. پیش از اینکه به این پروگرام اسلاید شو ما بریم از دکتر صاحب کاظمی میخواهیم که یک چند دقیقه صحبت کنه و باره از این پروگرام. مهمانان عزیز و نهایت گرامی، از اینکه واقعا امشب ما میبینیم که نظم با کدام خوبی رعایت میشه افتخار میکنم به همه شما و انشاءالله در پایان وقتی که محفل هنری است میز به میز از هر کدام شما دعوت میشه در یک جای مخصوص با شادخت بزرگوار عکس‌های یادگاری بگیرید. و در مورد سلاید شویی که ما فعلا داریم از جناب دکتر صاحب زمانی، عبدالرحمن زمانی که اصلا طبیب هستند ولی محقق در امور تاریخ هستند و به خصوص تاریخ دوره 10 ساله حضرت امان الله خان را بسیار تتبع میکنند. ما همکاریشان را جلب کردیم و یک سلاید شوی از عکس‌های بسیار نادر است که شاید حتی شادخت خودشان ندیده باشند تهیه شده و شاید بسیارش دست اول باشه. برای 40 دقیقه پروگرام 40-50 قطعه عکس است و البته ما در ختم پروگرام یا فردایش یگانه توفیر که یادگار از این مجلس باشه با ویدیوی از این مکمل مجلس و مخصوصا امی سلاید شو خدمتشان قسم یادگار تقدیم میکنیم. البته توجه شما را جلب میکنم و جناب دکتر صاحب زمانی زحمت بسیار زیاد کشیدن، ما از پیششان بسیار ممنون هستم. یک کف بسیار برشان خود بزنیم و تشریف میارن. واقعا چیزی است که حتی ما خودم کلکتر عکس ها هستم، عکس های تاریخی 4-5 قطعه عکس از اینا را هیچ وقت ندیده بودم ولی ما مشترکاً یک عکس ها را تهیه کردیم. در قلم در خالق په نامه درنو مشرانو خویندو ورونو سلام علیکم خیر چاره. ما از همه اولتر از طرف خود و به نمایندگی از پدر بزرگوارم که در اینجا تشریف دارن تشریف آوری بی هندیه در افغانستان به بیریای سان فرانسیسکو خیر مقدم میگم. ما امشب از فامیل زمانی هم نمایندگی میکنم که به اینا خوش آمدید بگویم. بازماندگان غازی میرزمان خان کنری یکی از همسنگران و دوستان بسیار نزدیک و مخلص اعلیحضرت امان الله خان غازی، اونا چند وقت پیشتر از این که اعلیحضرت افغانستان ترک بگوین با اثر یک دسیسه دشمنای وطن انگلیسا به دست اموال داخلیشان جام شهادت نوشیدن. د هر هیواد په تاریخ کې داسې لویې ورځې او نه هېرېدونکې خاطرانګیزې شیبې شته چې د هغوی په ویاړونو او افتخاراتو کې شمیرل کیږي. زموږ د ګران هیواد په معاصر تاریخ کې د داسې تاریخي او ویاړه ډکو ورځو په جمله کې یوه هم د اګست میاشتې 19 نیټه د افغانستان د پوره خپلواکۍ د ګټلو تاریخي ورځ ده. در روند گرامی داشت از استرداد استقلال کشور، نامی که با استقلال پیوند گسست ناپذیر دارد نام اعلیحضرت امان الله خان غازی است. هیچ افغان چیز فهم، آزادی خواه و وطن پرست پیدا نخواهد شد که از استقلال کشور یاد نماید و همزمان با آن به یاد غازی مرد نامدار اعلیحضرت امان الله خان غازی محصل استقلال و رهبر وطنخواه و سربکف افغان نیفتد و یاد آن مرحوم را گرامی نشمارد. امان الله خان په 1892 میلادي کال کې
د کابل د پغمان په ښکلې درې کې په هغه ځای کې وزیږید چیرې چې وروسته طاق ظفر جوړ شو او نیکه یې امیر عبدالرحمن خان پرې د امان الله نوم کېښود. مادر امان الله خان که به لقب سرور سلطانه یاد میشد نه تنها زن نکاحی و ملکه اول امیر حبیب الله خان بود، بلکه زن صاحب حسن و مورد علاقه زیاد امیر نیز بود و در میان سایر زنان حرم متنفذ، مغرور، هوشیار و از احاطه و نفوذ قابل ملاحظه در فضای ارگ شاهی برخوردار بود. گفته شده که اعلیحضرت امان الله خان در دوران طفولیت و نوجوانی از علمای جید افغانی، ترکی و هندی به صورت خصوصی سبق آموخت و در مراحل جوانی شامل مدرسه عسکری خاص شهزادگان گردید. امان الله خان قبلا محبوبیت کافی میان روشنفکران اصلاح طلب و اقشار پایینی جامعه حاصل کرده بود. امان الله خان در 18 سالگی و آن هم در نتیجه تقاضا و انتخاب مادرش ازدواج نمود که همسرش هنگام اولین ولادت چشم از جهان فرو بست. موصوف با در نظر داشت تجارب گذشته و آرزوهایی که در دل داشت، بار دیگر در سال 1913 در 21 سالگی با تصمیم و انتخاب شخص خودش همراه ثریا صبیه محمود بیگ ترزی که در اوایل امارت امیر حبیب الله خان با اعضای خانواده از دمشق به وطن برگشته بود ازدواج نمود. ثریا هم زیبا و تعلیم دیده بود و هم شایستگی های مقتضی دربار و مزایای مورد نظر شاهزاده جوان را داشت، چنانچه موصوفه دوش به دوش همسر جوان و پرکارش به خصوص در بخش تنویر افکار زنان افغانستان سهم فعال گرفت. ترور امیر حبیب الله خان باعث آغاز مبارزه برای کسب قدرت بین ملیگرایان اصلاح طلب و محافظه‌کاران سنتگرا گردید و پس از منازعه کوتاه بر سر جانشینی سرانجام عین الدوله امان الله خان، جوانترین پسر امیر و رهبر جناح ملیگرایان، توانست کاکایش نصرالله خان را که رهبر جناح محافظه‌کاران سنتگرا بود از صحنه بیرون رانده تاج و تخت سلطنت را تصرف کند. شاه امان الله خان در یکی از اولین بیاناتش چنین گفت: ای ملت معظم افغانستان، وقتی که ملت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد، من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت‌های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد. ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته، از هر گونه تجاوز و ظلم مسئول و مردم فقط باید مطیع قانون باشند و بس. کار اجباری و بیگار در تمام رشته ها ممنوع و ملغا است. حکومت ما در افغانستان اصلاحات خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتواند در بین ملل متمدن جهان جای مناسب مقام خود را حاصل نماید. من در اجراعات امور کشور مشورت را به حکم و شاورهم فی الامر رهبر قرار خواهم داد. ای ملت عزیز و ای قوم با تمیز، در حفظ دین و دولت و ملت خود بیدار و در نگهبانی وطن خویش هوشیار باشید. من از خداوند برای شما و اهل اسلام و کلیه بنی نوع انسان خیر و سعادت می‌خواهم. عمده‌ترین هدف جنبش مشروطه خواهی
استرداد استقلال افغانستان بود. لذا از جمله اولین اقدامات امان الله خان بعد از اعلان سلطنت در 23 فوریه اعلام استقلال کامل خارجی و داخلی افغانستان بود. او بعد از کسب حمایت و تایید قوای نظامی خطابه در محضر بزرگان شهر کابل ایراد نمود که مهمترین نقاط آن عبارت بود از حصول استقلال افغانستان، محاکمه مجرمین قتل امیر، حکومت بر اساس قانون، لغو کار اجباری و فرستادن کمک مادی و معنوی به مسلمانان خیوه و بخارا و تایید از خلافت عثمانی. امان الله خان یک روز بعد به تاریخ 24 فوریه 1919 که مردم کابل و قشون پایتخت در میدان مرادخانی اجتماع بزرگ نموده بودند، سواره و تنها در حالی که شمشیر برهنه در کمر آویخته بود در بین جمعیت داخل شد و طی نطق مشهور و تاریخی خود استقلال خارجی افغانستان و آزادی فردی را در داخل کشور اعلان کرد و از مساوات و برادری و برابری، آزادی ملت و تأمین عدالت و صداقت دولت جدید حرف زد. او گفت: من این لباس سربازی را از بدن خود بیرون نمی کنم تا که لباس استقلال را برای شما تهیه نسازم. من این شمشیر را در نیام در نمی آورم تا غاصب حقوق شما برادران و محبان را به جای خودش ننشانم. به عموم اهالی افغانستان خاطر نشان و به سایر دول عالم از این ساعت اعلان می نمایم که افغانستان در همه امور و شؤون داخلی و خارجی خود یک کشور آزاد و مستقل مطلق است و آن که این معنی قبول ندارد اینک میدان و شمشیر. این شمشیر کشیده خود را در نیام نمی کنم تا اراده قطعی و عزم به جزم تحصیل شرف و ناموس ملی بر ما میسر نگردد و استقلال این ملت به دست نیاید. تناسب قوای افغان و انگلیس در جنگ سوم چی از نظر کیفی و چی از نظر کمی تفاوت زیاد داشت. قوای انگلیس بر علاوه آمادگی‌های عالی نظامی در جنگ اول جهانی از دو جنگ با افغانستان نیز تجارب زیاد اندوخته بودند و از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی بر قوای افغانی برتری فراوان داشت. از نظر تکنولوژی اردوی انگلیس ها نسبتاً از جدیدترین وسایل استفاده می کردند. آنها برای ترانسپورت و ارتباطات از خطوط آهن، راههای موتررو، وسایل نقلیه ماشینی و مخابرات بیسیم استفاده می نمودند. داشتن مواد منفجره، وسایل زره‌پوش و قوای هوایی سلطنتی طوری که بعداً در بمباردمان جلال آباد و کابل دیده شد به توانمندی قدرت انداخت و برد قوای سرحدی برتری می بخشید. قوای نظامی انگلیس همچنان از خدمات گروه‌های مسلکی مانند متخصصین مخابرات یعنی سیگنال و علامت رسانی، اداره راه آهن، ساختمان و استحکامات انجینری، خدمات طبی و نرسینگ، خدمات بیطاری حیوانات باربری نیز برخوردار بودند. به هر حال جوشش سراسری ملی و شطارت‌های فداکارانه جنگجویان افغان در جبهات چهارگانه مشرقی، جنوبی، قندهار و چترال از یک سو و برپایی شور و هیجان ضد استعماری در میان قبایل سرحدی و مردم نیمقاره هند از طرف دیگر موجب شد که انگلیس ها درک کنند که علی‌الرغم برتری های آشکار نظامی
نمی توانند در برابر اراده پولادین مردم افغانستان و غلیان احساسات ملل منطقه به خصوص خیزش مسلحانه قبایلی های آزادیخواه ایستادگی نمایند. بنابراین برای اعلیحضرت امان الله خان پیشنهاد متارکه را نمودند و در سوم جون سال 1919 میلادی این متارکه رسما در تمام جبهات نافذ و مذاکرات غرض تأمین صلح و استقلال سیاسی افغانستان میان کابل و شمله آغاز گردید. در مورد خصال و خصوصیت‌های شکلی و ذهنی اعلیحضرت امان الله خان گفته شده است که موصوف دارای قد میانه، چشمان نافذ، ابروان تیره، صورت نسبتاً مدور، زنخ کوتاه، اندام موزون و سالم با اندک لکنت زبان بود. وی همیشه به شاش و سرحال بوده با مردم از خوشرویی و لطف خاص کار می گرفت. لباس ساده و غالباً بالاپوش دراز و پیراهن یخن بسته مستعمل می پوشید. اعلیحضرت موصوف تنها و بدون محافظ در شهر و حتی در جاهای خطرناک گشت و گذار می نمود. با دکاندار و شاگرد مدرسه و مامورین پایین رتبه و نیازمندان در کوچه و بازار و دفتر و مدرسه مستقیما در تماس می شد. با آنها مهربانانه داخل صحبت گردیده و حرفهایشان را دقیقا می شنید. شراب نمی نوشید و عیاشی و زنبارگی نمی کرد. انرژی سرشار برای کار داشت و تا نیمه های شب مصروف انجام امور مملکت می بود. شخصیت های مختلف هم از دوستان و دشمنان اعلیحضرت امان الله خان نظرات پیرامون اخلاق، کرکتر و سایر مشخصات وی ابراز داشتند که چندتای آن را در اینجا نقل میکنیم. لیون پولادا نویسنده کتاب اصلاحات و انقلاب 1929 نظر دکتر عبدالغنی را که اعلیحضرت را از نزدیک میشناخته چنین می نویسد: امان الله خان جوان 30 ساله، تنومند و سالم، با قامت متوسط و چشمان سیاه، صاحب شخصیت جالب و محبوب و حاکم بر اعصاب و حرکات خیش. شخص خیلی کارکن و زحمتکش، از 8 صبح تا نیم شب مصروف کار مملکت و صرف 3 ساعت برای صرف غذا و موترسواری و ادای مراسم مذهبی خیش تخصیص داده است. ذهن روشن و خالی از تعصب داشته و در امور اجتماعی و سیاسی معلومات قابل ملاحظه دارد. با افغانیت خود افتخار دارد و خود را یکی از افراد مملکت دانسته از ذکر این که یکی از افراد افغانستان است ولو در محضر عام خودداری نمی کند. در مجالس رسمی پیشامد دموکراتیک داشته و بار اعلام نمود که هرگاه اکثریت نظر به این باشد که جمهوریت به خیر افغانستان است، شخصاً حاضر خواهد شد که در داخل چوکات جمهوریت برای بهبود افغانستان خدمت کند. پولاد از قول مویسپرنو می نویسد: دیدن دیوارهای گلی و فرسوده کابل امان الله خان را خیلی متاثر ساخته و امر نمود تا دیوارهای اطراف باغها را ویران سازند. خودش باغ عمومی قشنگ و دلکش در پغمان برای تفریح عوام اعلیحضرت امان الله خان ریفرم و اصلاحات را تا آنجا که مقدور بود از شخص خود، اعضای خانواده، اعضای دربار و مامورین بلندپایه دولت آغاز نمود. زیرا با فراست کامل می دانست که هرگاه آب از منشأ و سرچشمه گلالود و ناپاک باشد، کوشش و تپش برای پاککاری آن در شاخه های فرعی و پایینی بیهوده و عبث خواهد بود.
پس در قدم نخست تعداد زیادی از زنان و کنیزان صورتی و غیر نکاحی امیر حبیب الله خان را مرخص کرد. با صدور فرامین پادشاهی خرید و فروش انسان به عنوان کنیز و غلام را که از دوران اسارتبار پدرکلانش به ارث مانده بود ملغا قرار داده، بهره‌کشی های انسان از انسان را ننگین و شرم‌آور اعلام کرد. تعدد زوجات را ممنوع اعلان نموده و خود برخلاف رسم شاهان ماضی با داشتن یک زن یعنی ملکه ثریا اکتفا کرد. امان الله خان در کنار سایر ریفرم های اقتصادی به دو اقدام بیمانند و ابتکاری دیگر نیز دست یازید. نخست تعیین بودجه سالیانه و تنظیم دخل و خرج دوایر دولتی که قبل از آن مربوط به تصمیم و اراده شخص شاه و یا عناصر معتمد وی در چارچوب امتیازات خاص مقام سلطنت و از زمره محرمیت‌های خزینه شاهی بود. دوم، شاه برای اولین بار بانکنوت را به چاپ رسانید و در معرض چلن قرار داد. چون اعلیحضرت فابریکه های متعدد تولید و صناعتی مانند گوگردسازی، سمنتسازی، چرمگری، بارودسازی، ترمیم مدر، صابونسازی، نختابی، پشمینه بافی، نجاری، یخسازی، روغنکشی، پارچه بافی، اسلحه سازی و امثال هم را در کشور وارد و به کار انداخته بود که همه آنها به نیروی برق نیاز داشتند و همچنان موجودیت برق در شهرها و منازل را ضروری می انگاشت. بنابر آن استیشن های تولید برق در شهر کابل، پغمان، قندهار و جلال آباد تأسیس نمود. خط آهن را از ماشینخانه دمازنگ الا دارالامان تمدید نمود. همچنان اداره جنگلات جنوبی و مؤسسات نسلگیری اسب و پیلوری و غیره را به میان آورد. آب زلال پغمان را توسط نلدوانی ها به شهر کابل رسانید. علاوه از اینها اعلیحضرت پلان تولید و بکاراندازی دستگاه های دکمه سازی، قندسازی، پروسس، لبنیات و حفظ میوه را طرح و عملی نمود. خط پست هوایی بین کابل و ولایات بزرگ کشور و نیز بین کابل و ممالک خارجی مانند ترکیه، ایران، هند و شوروی را برقرار کرد. برای نخستین بار تکت پستی افغانستان به چاپ رسیده و مورد استفاده قرار گرفت. احداث بند آب غازی، سرده غزنی، چمکنی و نهر رزاق و احداث خط آهن از شمال تا جنوب افغانستان را پیش رو داشت. شاه همچنان در بخش رفع حجاب زنان افغانستان، کاهش محرومیت‌های آنها و تأمین حقوق اساسی و انسانی آنان اندیشه‌های مفید در سر داشت. لذا در این زمینه نیز اقدامات وسیع و گام‌های مؤثر و سازنده‌ای برداشت. ملکه ثریا به عنوان یک زن روشن ضمیر و همسر فداکار اعلیحضرت مسئولیت بزرگ تنویر افکار زنان افغانستان را به عهده گرفت. همانطور که در جهت طرد حجاب در کشور پیش قدم شده بود، در نشر و پخش نخستین نشریه زن به نام ارشاد نسوان نیز پا پیش گذاشت و از این طریق فعالیت‌های تنویری، تشویقی و اصلاحی امور زنان را به راه انداخت. علاوه اولیا حضرت مادر امان الله خان، خواهر شاه، خواهر ملکه ثریا، اسما رسمی همسر محمود بیگ ترزی
خیریه خواهر بزرگ ملکه ثریا و امثالهم نیز در راه تنویر افکار زنان افغان و احقاق حقوق آنها تلاش و فعالیت‌های قابل قدر انجام دادند. اعلیحضرت حین جلسات لوی جرگه در پغمان خطاب به نمایندگان در مورد حقوق زنان افغانستان با این صراحت سخن گفت: شخص خودم که با الطاف خداوندی پادشاه شمایم، چنانچه از رفاه و آرامی شما مردان مسئولم، بیشتر از آن در مقابل رعایای اناسه خود نیز شرعاً و عقلاً و نقلاً مسئولم. با خدا که دل و جان و وجدان من گاهی بدین امر روادار نیست که محض به واسطه خواهش نفسانی یک عده از مردان بهیمی صفت این همه پریشانی و مذلت را بر یک دسته مظلومه بی‌زبان ملتم که طبقه مستورات است روادار شوم. و این را ناگفته نمیگذارم که شما علما و فضلا همچنان که من در این مسئولیت داخلم زیادتر از آن زیر بار این مسئولیت خواهید بود. اعلیحضرت همچنان حین دیدار از مکتب نسوان در کابل خطاب به دختران اظهار داشت: شما حتی باید اسبسواری و هنرهای ظریفه را بیاموزید. اگر فرصت مناسب پیش آید مثل زنان اروپا فن هواپیمایی را یاد بگیرید. رسم حجاب در افغانستان به نحو مبالغه آمیز بر زنان تحمیل شده است. حجاب در صورتی که به حد اعتدال رعایت شود رسم بسیار خوبی است، اما حجاب واقعی در قلب و روح زن است. نباید اجازه داد که حجاب ظاهری مانع ترقی ملی گردد. کورس های سواد آموزی، مکاتب متعدد به نام‌ها و سویه‌های مختلف، کتابخانه ها، نمایشگاه ها، تئاتر و امثال هم یکی پی دیگر تأسیس و فعال گردیدند. اسناد و بررسی های مورخین نشان می دهد که تعداد مجموعی شاگردان معارف از سال 1919 که آغاز پادشاهی امان الله خان بود تا سال 1927 بالغ بر 51,000 نفر گردید. در دوران اعلیحضرت امان الله خان به تعداد 700,000 جلد کتاب تنها در مطبعه معارف به چاپ رسانیده شد و هزاران نفر اعم از پیر و برنا، زن و مرد از نعمت سواد و دانش بهره‌مند شدند. علاوه از آن نظم و نجابت، روحیه بلند و لیاقت اهل معارف در دوران سلطنت امانی بمانند تعریف شده است. اعلیحضرت با مقصد تنویر افکار و اذهان ملت مطبوعات را آزاد و بی‌سانسور گذاشت و اجازه نشر و پخش جراید و مجلات متعدد را صادر و قانون هم مبنی بر تنظیم روابط و ضوابط مطبوعات تدوین نمود. گفته شده که در این زمان به تعداد بیشتر از 23 نشریه اعم از روزنامه و هفته‌نامه و مجله و غیره در سراسر کشور به چاپ می رسید که از آن جمله می توان از نشریه های امان افغان، ارشاد النسوان، آینه عرفان، اردو، اتفاق اسلام، اتحاد مشرقی، اتحاد خاناباد، حقیقت، ستاره افغان، انیس، ابلاغ، نسیم سحر، نوروز، طلوع افغان، ثروت، بیدار، عسکری، مجموعه صحیه، پشتون ژغ، جریده مکتب، اسلام، الغازی، سراج الاطفال، افغان، اصلاح، معرف معارف و غیره نام برد. ایگاه های سرسبز و قشنگ در شهر کابل، صحیفه پغمان، قندهار، جلال آباد و غیره جاها بساخت و با مردم ابلاغ کرد تا آزادانه از آنها استفاده نمایند
و حذف برند. شاه به این هم اکتفا نکرده، بنای شهر جدید و عصری را در ضلع جنوب غربی شهر کابل گذاشت که عمارت بزرگ و با شکوه آن به نام قصر دارالامان یادگار تلاش‌های همان دوره می باشد. موقعی که وی سنگ تهداب شهر دارالامان را می گذاشت، خطاب به جمعیت حاضر گفت: رشد و نموی یک جمعیت سالم شهری مشروط به رعایت و پیروی از قانون بهداشتی است و نظافت جاده ها و آب تمیز از ضروریات اساسی هستند. بنای این یادگار چنان شور و شعف میان مردم ایجاد کرد که حتی شاگردان دوره رشدیه در آن روزگار این ترانه را به گونه دست جمعی می سراییدند: تا در زمان اقامت اهل مکین بود، دارالامان ز فتنه و آفت امین بود. چون خانه های لندن و پاریس با جمال، ابنیه دیار نو ما حسین بود. اعلیحضرت وقتی مردم را میدید که در باغ‌ها و تفریحگاه‌ها میله و خوشی میکنند، با محبت و علاقمندی خاص شاهانه قدم زنان در میان آنان با آنها شوخی و مزاح میکرد، از حال و احوال آنان میپرسید و گاهی هم بخشش‌های نقدی عنایت مینمود. اعلیحضرت امان الله خان برای نخستین بار هیئت مشتمل بر متخصصان خارجی و داخلی را غرض تهیه مسوده قانون اساسی برای کشور موظف ساخت که بالاخره قانون مذکور در روی جرگه مورخ 11 ماه اپریل 1922 به نام نظامنامه اساسی دولت افغانستان در شهر جلال آباد به تصویب رسید و چگونگی تشکیلات اساسی دولت توضیح و تعیین شد. شاه با انفاذ قانون جزا برای نخستین بار در تاریخ افغانستان عمل شکنجه و تعذیب انسان را رسما ممنوع قرار داد. ترک کشور و آخرین پیام شاه عنوانی ملت. به روایت پوهان حبیبی، شاه امان الله غازی پس از اغتشاش ثقفی در لشکرکشی بهار 1308 از قندهار به طرف غزنی برای اعاده مجدد سلطنت قیادت 10,000 لشکر قومی قندهاری و هزاره را داشت. ولی در بین مقر و غزنی هنگامی که برخی از عناصر مشکوک با اسناد پولیتیکل ایجنت انگلیس دستگیر شده و ثابت گردید که دست بعضی از روحانی نمایان داخلی هم دخیل است که میخواهند از اختلاف قبیلوی درانی و غلجی کار بگیرد و برای شعله‌ور شدن آتش فساد در حدود 20 تن از طلایه سواران کشاف فراهی درانی را در منطقه سکونت غلجان کشته و لاش‌های کشتگان را 2 پله نموده و بر پایه‌های کج کرده تلفن انداخته و با خط بد آخوندی بر کاغذه که نوشته بودند: این مهمانی اقوام غلجی برای درانیان و پادشاه است. امان الله خان مرحوم چون این منظر فجیع را دید، قندهاریان را به دور خود فراهم آورد و گفت: اکنون ثابت شد که دشمنان اجنبی میخواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما به دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که برای باستانی تخت و تاج من کشت و خون روی خواهد داد. پس ای مردم عزیز من، به یقین بدانید که من این مناظر دلشکن جنگ داخلی و قبیلوی را تحمل کردن نمیتوانم و نمیخواهم شما
برای بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید از بین شما بروم تا من موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم. شما ملت عزیزم زنده و افغانستان باقی خواهد ماند، ولی روسیاهی ابدی مسئولیت این هنگامه ناشایست به نام من ثبت می شود، در حالی که من از روز اول شاهی خود تعهد سپرده بودم که برای حفظ استقلال و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم. ببینید، علت بدبختی مردم ما در دوره‌های سابق تاریخ این بود که شاهزادگان برای به دست آوردن مقام شاهی با همدیگر جنگ‌ها داشتند و در بینشان مردم را با یکدیگر به جنگ و دشمنی‌ها و عداوت‌های قبیلوی برمی‌انگیختند. من می‌خواستم دوره شاهی من چنین نباشد و به جای این که مردم را به جنگ یکدیگر سوق دهم، باید منادی دوستی و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. چون اکنون می‌بینم که شما به جنگ داخلی قبیلوی گرفتار می‌آیید، اینک من می‌خواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود بگذارم. استقلال خود را نگه دارید و وطن خود را به دشمنان خارجی مسپارید. من فردی از شما هستم. اگر شما سعادتمندید، عین سعادت و مسرت من است، ولی اگر این چنین به خاک و خون بغلطید، موجب بدبختی و ملال دائمی من خواهد بود. جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است. من به قربانت این چه نیرنگ است. میروم تا تو نشنوی نامم، اگر از نام من تو را ننگ است. شاه نکدل، حساس و خیرخواه، این دو بیت واقف لاهوری را با سوز دل اشک ریزان با صدای گرفته خواند و گفت: فی امان الله. غازی امان الله خان چې په 22 کلنۍ کې د 1919 کال د فبروري په 28مه د افغانستان پاچاهۍ ته غوره شو. تر 10 کلنې پاچاهۍ وروسته د 1929 کال د مې د میاشتې په 24مه نیټه دې ته اړیستل شو چې هېواد پرېږدي او ایټالیا ته لاړ شي. غازی امان الله شاه په هجرت کې د 11 کالو د بېوزلۍ د ژوند له تېرولو وروسته د 1918 کال د اپریل د میاشتې په 25مه چې د 1919 کال د غوایي د میاشتې له 15 سره سمون خوري، د سویس په هېواد کې د سرطان د ناروغۍ له امله سترګې له دې فاني نړۍ پټې کړې. در تاریخ معاصر افغانستان بعد از احمد شاه بابا در میان شاهان و شاهزادگان و امیران و یا رؤسای جمهور کشور، رهبران گروه‌های چپ و راست افراطی و غیره در 3 دهه اخیر هیچ یکی از لحاظ وطن پرستی و مردم دوستی و عشق با آزادی و سربلندی کشورش و نیز از لحاظ ضدیت با نفوذ بیگانگان در امور داخلی وطن با امان الله شاه غازی برابری کرده نمی‌تواند.
واقعي زماني صاحب ډیر زیات زیار سره ډیره مننه زماني صاحب ډیر ښه پروګرام جوړ کړی د زماني صاحب لپاره. زمون د عامو خلکو په ذهنونو کې او په افغانستان کې دننه د خلکو سوچ دا دی چې علما د امان الله خان سره ډېر اختلاف لرو. د 1922 کال روزنامه جهان چې د هندوستان د ډیلی نه چاپ کېدله، یو عالم چې تاسو یې اکثره نوم اورېدلی دی د ډېر بنیاد پرستو علماو څخه دی، مولانا مودودي، هغه د افغانستان په وضع باندې ډېر تشویش ښکاره کوي او وایي چې افغانستان په تېرو ډېرو اوږدو کلونو کې ډېر پس پاتې شوی دی. بیا امان الله خان ستایي او د امان الله خان باره کې وایي چې د یو ځوان دی که ده ته وخت ورکړی شي او دی پاتې شي دی به افغانستان ډېر مخکې بوځي. خو متاسفانه چې هغسې ونه شولو، انګلیسانو دی پرې نښودلو او ما هغه خپل منافقانه کارونه چې هغې وکړلو او دی د حکومت نه لرې شولو. اوس تاسو انتظار لنډو مهریه جان بینش راغواړم چې هغوی د دې نه مخکې کاظم صاحب محترم غواړي چې هغوی یو څه ووایي، بیا د هغوی نه وروسته مهریه جان راشي انشاءالله. مهمانای نهایت عزیز، من گمان میکنم که چیزی را که شما در اینجا دیدین شاید برای شما بسیار از شماها نو بوده باشد، ولی یک سند بسیار تاریخی است که من بازم از زحمت دکتر صاحب زمانی تشکر میکنم